بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، در آغاز سال نو هجری قمری قرار داریم. سال 1445 سال قبل پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه به سوی مدینه منوره هجرت نمودند و سال 17 هجری بود که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه برای امت اسلامی و برای ما و شما خواستند یک سال شماری، یک تاریخ گذارند و صحابه ها را جمع نمودند. یکی مشورت داد که آغاز سال شماری را از میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع کنند. دیگری مشورت داد که ای امیرالمؤمنین، از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع کرده سال شماری را آغاز کنیم. و یکی از صحابه ها برای عمر رضی الله عنه مشورت دادند که از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم سال شماری آغاز گردد و برای عمر رضی الله عنه بسیار پسند گردید این فکره و عمر رضی الله عنه گفتند الهجرت فرقت بین الحق والباطل فارخوا بها. هجرت بین حق و باطل جدا کرد. با هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم حق و باطل جدا شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم از آغاز بعثت خود، اولین روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر شدند، از همون روز اول پیامبر صلی الله علیه و سلم میدانستند که هجرت میکنند. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی اولین آیه ها نازل شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم را ترس فرا گرفت و در حیرت ماندند. نزد خدیجه رضی الله عنها، مادر مؤمنان خدیجه آمدند و خدیجه رضی الله عنها پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرفته به نزد یکی از دانشمندان، خویش و تبار دانشمندشان ورقه ابن نوفل بردند و وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم حادثه نازل شوی وحی را به ورقه نقل کردند، ورقه ابن نوفل به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند آن ملائکه که به موسی یعنی جبرئیل علیه السلام را در نظر داشتند نازل شده بود، به نزد تو هم نازل شد. و در همین جا ورقه ابن نوفل به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده گفتند که ای محمد صلی الله علیه و سلم، ای کاش من وقتی تو را قومت از مکه اخراج میکند، بیرون میکند، ای کاش من هم جوان میبودم و تو را نصرت میدادم و همراه تو هجرت میکردم. گفتند اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند او مخرجیهم. گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیرت ماندند و گفتند آیا اهل مکه، آیا همشهران من مرا از شهرم اخراج میکنند؟ برای پیامبر صلی الله علیه و سلم این چیز از همون روزهای اول بیان شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیرت افتادند و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی از مکه به مدینه برآمدند، به یک تپه برآمدند و به سوی کعبه الله نگاه کردند، به سوی مکه گفتند والله قسم به نام الله که ای مکه، تو بهترین سرزمین هستی در روی زمین و تو محبوب ترین شهرها به نزد الله هستی و همچنین به قلب من محبوب ترین شهرها به قلب من هستی. گفتند و پیامبر صلی الله علیه و سلم اشکها جاری شد وقتی از مکه قومشان پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیرون کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم هجرت کردند. آیا تصور میکنید هجرت یک چیز آسان است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم با یک دل غمگینی از مکه به سوی مدینه برآمده رفتند. چنانه که از آیات ها ما میبینیم الله حق سبحانه و تعالی آن حالتی که مهاجران داشتند الله عزوجل بسیار خوب آن را بیان کرده است در قرآن کریم. الله حق سبحانه و تعالی میگوید للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانه. آن فقیرانی که از شهرهایشان اخراج بیرون کرده شدند و مالهای آنها کشیده گرفته شد، مالهای آنها صادر کرده شد، آنها برای چی برآمدند؟ برای چی هجرت کردند؟ الله سبحانه و تعالی ببینید هر باری که اهل مکه را
مسلمانان اهل مکه را وصف میکند با مهاجرین وصف میکند و الله حق سبحانه و تعالی گفت آنها فضل الله را جستجو میکنند و همچنین ریزاگی الله. از برای ریزاگی الله آنها چیکار کردند؟ آنها کشورهای خود را ترک کردند، شهر خود را ترک کرده هجرت کردند. بله، دشواری و درد و علم هجرت را درک نمی کند مگر کسی که آن را چشیده است و مهاجر شده است. و ورقه ابن نوفل با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر پیامبری که می آمد پیش از تو بود، هر یک پیامبر هجرت کرده است و تو هم هجرت خواهی کرد. هجرت سنت تمام انبیا و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و یک فضیلت است برای مهاجران. الله حق سبحانه و تعالی به هر یک مهاجر و اهل خانواده مهاجر الله حق سبحانه و تعالی صبر دهد. و الله حق سبحانه و تعالی چنانه که در این آیت گفته گذاشتیم فضیلت و رضایت الله حق سبحانه و تعالی را جستجو کردن به هر یک مهاجر الله مشرف گرداند و الله هر یک مهاجر را روزی هم در این دنیا و هم در آخرت سربلند و سرفراز گرداند. و الله حق سبحانه و تعالی هر یک مهاجر را به سوی وطنش، به سوی کشورش سربلندانه چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشتند، الله حق سبحانه و تعالی این روزها را به هر یک مهاجر نصیب گرداند.